یک نفر تا حالا به من حتی اخم نکرده. در همه دوران، در همه شایعاتی که اومد، در بدترینش، در خونه که میام بیرون تا جایی که میرسم، یک نفر تا به من یک اخم نکرده. در این جهان هستی به یه دردی بخور، نه به درد جامعت بخور انقدر، نه به درد خانوادت بخور که تو فقط زندگیت اینه که بشینی سوتی از من دراری، بیای اونجا بعد همه قربون صدقت برن، به باریکلا راست گفتی، درود به شرفت. تو وقتی تو فضای مجازی میری کامنت بذاری، به خواهر و مادر یارو میپردازی، قبلش فکر کنی یکم. بلند میگم، آدمی که از نقطه ضعف دیگران استفاده میکنه، آدمی که افشاگری میکنه از زندگی دیگران، آدمی که نقطه ضعف دیگران رو برجسته میکنه، آدمی که فحاشی میکنه در نقدش، در کامنتش، در هرچی، کثیف‌ترین موجود جهانه.